درود خدمت همه، وحید هاشمی هستم با یک ویدیو دیگه از کانال خودتون در خدمت شما هستم و خیلی خوش آمد میگم به شما که وارد کانال ما شدین، دارین ویدیوهای ما رو میبینیم، کانال کریپتوگرافی، و با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستم و سعی دارم یکی از دغدغه‌های مهم شما رو تو این برهه حساسی که توش هستیم و مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم با هوش مصنوعی بتونیم قیمت بیت کوین و روند بازار پس از هاوینگ، حالا یا هنگام هاوینگ رو بررسی کنیم و کلا تو حالت صعودی ببینیم کجا میره و تا کجا چقدر میتونه صعود کنه و چقدر میتونه به ما سود بده و حتی چه سبدی بچینیم و غیره. مثل این ویدیو رو من قبلا توی مثلا کانال خودمون ساختم که اونجا اومدم توضیح دادم با توجه به چارت رینبو بیت کوین من پیش بینی کردم که چه اتفاقی ممکنه بیفته، حتی سبدهایی رو برای شما چیدم. اگه ندیدین میتونین تو کانال ببینین حتما و ازش استفاده کنین. امروز با هوش مصنوعی اومدیم و یک تحلیلگر مالی از بازار رو مورد بررسی قرار دادیم و سوال جوابایی که ازش پرسیدم اونو با شما به اشتراک میذارم و خیلی از این جواب ها رو میتونه براتون مفید باشه، هرچند من به خیلی از این جواب ها قبلا رسیدم و اشاره کردم تو ویدیوهای خودم اگه قبلا ویدیوهای منو دیدین. پس چیزی که فعلا هستش، لایک و سابسکرایب ما یادتون نره و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. نسبت به روند درآمد دلاریمون اقدام خواهیم کرد همچنان و بسیاری از مسائل مالی و بسیاری از درآمدها رو حتما تو کانال راه اندازی خواهیم کرد و اینو نوید و قبلا هم به شما دادم که خیلی از این مسائل حتما تو کانال به صورت زنده و به صورت ویدیو برای شما خواهد گذاشت و مسائل مالی رو کلا برای شما از ارزهای دیجیتال برطرف خواهم کرد. خب وقتتون رو نگیرم و بریم بررسی کنیم ببینیم چه چیزی ما تونستیم تو این پرسش و پاسخ از این تحلیلگر مالی هوش مصنوعی به دست بیاریم. خب ما اومدیم وارد این سایت شدیم، اینم آدرسش که برای شما میذارم و با یک تحلیلگر مالی شروع کردیم صحبت کردن و تحلیلگر خوبی بود، انصافا تحلیلای خوبی داد. ندیدم توی ربات‌های دیگه‌ای که بتونن این همه خوب به بازار مسلط باشن. معلوم بود خیلی کار شده روی این هوش مصنوعی که این تحلیل‌ها رو بهم داد و من اومدم اینطوری شروع کردم سلام چطوری، مثلا حالا جوابمو داده و ازش پرسیدم که آیا شما مثلا بازار مالی رو تحلیل می‌کنی؟ نوشته آره من تحلیل‌های مختلفی بر پای شرکت مثلا انجام میدم بر استفاده از کیفیت‌هایی که از حالا تحصیل تجاری برنامه‌نویسی که خودش حالا شده داره انجام میده. من بهش گفتم بسیار عالی و برای هر چیزی که ممکنه تحلیل من میتونه بهم کمک کنه یا حالا هر سوالی که داره میتونه مثلا گفته در خدمت شماست. من سوالی که مثلا ازش پرسیدم، اول اومدم پرسیدم که ببین آخرین بروز رسانی شما چه تاریخی؟ می‌خواستم ببینم که تا کی مثلا خب بروز رسانی شده. هر چقدر بروز رسانیش زودتر باشه میتونه خب اطلاعات بهتری مفیدتری به ما بده. خب کلا جمعی اطلاعات داشته باشه میتونه خیلی راحت‌تر به ما کمک کنه و گفته که خب من حدودا مثلا یه هفته پیش بوده که آخرین بروز رسانی. خب خیلی خوبه چون تمام اتفاقات اخیر رو رصد کرده. خب من بهش گفتم میخوام درباره ارز دیجیتال با شما صحبت کنم و گفته خب من میتونم در مورد ارز دیجیتال و خب تجارب خود رو از مورد ارزش گذاری و تحلیل این ارزها به شما کمک کنم. جالب تحلیلم میکنه. نظرت گفتم درباره ارز دیجیتال چیه؟ گفته نظرم در مورد ارز دیجیتال مثبته و فکر میکنم این ارزها در آینده نزدیک به یکی از مهمترین ابزارهای مالی تبدیل میشه و من حاضرم با تمام توان خود در مورد ارزش گذاری و تحلیل این ارزها کمک کنم. البته با توجه به اینکه یک تحلیلگر حرفه‌ای هستم باید بگم که این ارزها هنوز خیلی جدید هستن و معاملات این ارزها نوسانات پر ریسکی دارن. همونجوری که من قبلا گفتم خیلی ریسک و ریواردش بالاست. بعد من گفتم میدونی یه مدت طولانی بود که ارزهای دیجیتال وارد بازار خرسی شده بود، تقریبا از اواخر سال 2021 تا 2-3 ماه قبل که خب حالا ما وارد بازار خرسی بودیم و همیشه رو به پایین بود. نوشته آره درسته، من از زمان معرفی ارزهای دیجیتال با این موضوع آشنا بودم و همیشه علاقه زیادی به این موضوع داشتم. از زمانی که ارزهای دیجیتال وارد بازار شده
هستم با تحلیل ارزش گذاری این ارزها پرداختم و تا وقتی که این ارزها در شاخصهای اصلی مالی لحاظ نشده بودند به تحلیل ارزها از زوایای مختلف ادامه داده بودم. من نوشتم به نظر در حال حاضر بازار از شرایط سخت یا بازار خرسی عبور کرده. گفته به نظرم در حال حاضر بازار از مرحله خرسی عبور کرده و حالا همه چیز به سمت و سوی تازه متمایل شده و به طوری که میتونیم بگم که همه نگاه ها الان بر روی ارزهای دیجیتال و شاخص های اون مهم این ارزها است. این خیلی نکته خیلی مهمه. وقتی که وقتی که تمرکز میاد روی بازار ارزهای دیجیتال، یعنی پشتبند اون پول هم خواهد اومد، یعنی پشتبند اون قیمت ها بالا هم خواهد رفت. بعد از تو سوالش جواب دادم چه شاخص‌هایی مهم هستن در ارزهای دیجیتال که نگاه رو به سمت خودش میاره. شاخص‌های مهم در ارز دیجیتال به شاخص‌های مهم معمولی مشابهی که مثلا مثل نسبت قیمت، جریان نقدی و قیمت و درآمد بر ارتباط شرکت‌ها، مثلا حالا توجه شرکت‌ها که به بازار ارزهای دیجیتال منعطف میشن و شاخص‌های البته بیشتری که میتونید یک نگاه به شاخص حالا بردارایی که در ارزهای دیجیتال و این اطلاعات دیگه پیدا میشه مثلا میشه انجام و گفتم بسیار عالی. خب یکی از مهمترین شاید مهمترین ارز دیجیتال موجود بیت کوینه. نظرت درباره بیت کوین چیه؟ نوشته بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال و در این حال معروف‌ترین هستش و من به شخصه از بیت کوین حمایت میکنه. از نظر من بیت کوین میتونه یکی از مهمترین پر استفاده ترین ارز دیجیتال در جهان تبدیل بشه. با این حال در حال حاضر تحلیل‌های من از این ارز یه مقدار منفیه. گفتم چرا منفی؟ دلیل اون رو میتونم بدونم؟ نوشته به این دلیل که یه سری نوسانات بزرگ باعث افت شدید ارزش بیت کوین میشه. همونجوری که ما نوسانات رو توی این یکی دو سال شاهد بودیم. منظور از نوسانات همون مثلا اتفاقی که برای FTX افتاد یا مثلا سقوط لونا کلاسیک یا حالا خیلی از این چیزایی که باعث شد این ضربه بزرگی رو به حالا بیت کوین بزنه، چه خواسته چه ناخواسته این اتفاقات براش افتاده. و برای این نظر خودم در این ارز بهتر گفته ندم، بهتر این عقیده خودم رو گره نزنم با استفاده از تحلیل‌های مختلف و با استفاده از داده‌های مختلف تحلیلی و با در نظر گرفتن همه عوامل در مورد ارزش گذاری من زیاد نخواستم گیر بدم به این. گفتم خب یه سری چیزا روی قیمت بیت کوین تاثیر مستقیم داره، درسته؟ مثل اخبارهای مهم، مثل تایید بشه مثلا ETF که من ممکنه تایید بشه و اگه تایید بشه چه کمکی مثلا میتونه بکنه. نوشته همبستگی، خب به دلیل همبستگی که مثلا این بیت کوین با شاخص‌های در هم تنیده‌ای که مثلا دیگر ارزهای دیجیتال بر روی بیت کوین میتونه بذاره، این ETF میتونه بر روی بیت کوین بذاره و با تایید شدن اون شاخص‌های مهم در ارز دیجیتال بیت کوین هم به صورت مثبت با هم رشد میکنن. یعنی گفته تقریبا این ETF تایید بشه هم بیت کوین رشد میکنه هم ارزهای دیجیتالی که مثلا با کنارش هستش با اون همبستگی داره. همون موضوع همبستگی که من توی ویدیو قبلی گفتم که این باعث رشد شاخص‌های مهم و پیشرفت و بهبود ارزش بیت کوین و کل بازار میشه. پس میتونیم شاهد این باشیم که با تایید ETF صندوق‌های ETF شاهد رشد بازار مخصوصا بیت کوین. گفته آره دقیقاً همینطوریه. ETF اگه تایید بشه ارز دیجیتال و پیشرفتش بر روی شاخص‌های مهم اون تأثیر میذاره و این تأثیر مستقیم بر روی بیت کوین و رشد افزایش ارز بیت کوین میشه. گفتم نظرت درباره سیکل های بیت کوین یا هاوینگ هایی که تا حالا رخ داده چیه؟ گفتم من به شخصه فکر میکنم بیت کوین در حال رفتن به سمت یک سیکل صعودی هستش و با توجه به اینکه این ارز دیجیتال در سالهای قبل با حافظه چنانی و پیشرفت‌های زیادی شده، فکر میکنم در سیکل آتی میتونیم پیشرفت بیشتری از بیت کوین و رشد شاخص این ارز دیجیتال و ارزهای دیگه ببینیم. یعنی این چیزو، این سیکل و این هاوینگو که حالا داره اتفاق میفته رو خیلی داره بالا میبینه و گفته خیلی بیشتر میتونیم ببینیم. من گفتم پس به نظر با نزدیک شدن به هاوینگ یا رد شدن از اون میتونیم یک رشد صعودی رو از ارز دیجیتال یا بیت کوین ببینیم. نوشته با توجه به اینکه بیت کوین و آذر کریپتوکارنسی یعنی کل ارزهای دیجیتال به سمت سوی میرن که پیشرفت در شاخص‌های مختلف ارزش گذاری بالاتری در پی داره، میتونیم به طور کلی بگم که سیکل‌های آتی ارزهای دیجیتال به یک سیکل صعودی تبدیل میشن و یک رشد محکم رو مثلا تجربه میکنن. رشد محکم یعنی رشد خیلی بزرگ. پس یک رشد عالی رو شاهد خواهیم بود. بهش گفته دقیقاً فکر میکنم در سیکل‌های آتی میتونیم یک رشد بالا و محکم از ارزهای دیجیتال و بیت کوین دیده باشیم و این رشد
و پیشرفت خیلی عمیق و محکم‌تر از پیش‌بینی‌هایی هست که قبلا از بیت کوین دیدی. همون چیزی که گفتم این دفعه خیلی خوب رشد میکنه. الان بهش گفتم دقیقاً ببین بیت کوین روی $35000 به نظر تا چه رقم میتونه مثلا رشد کنه؟ $100,000 $150,000 $200,000 گفته خیلی راحت میتونم بگم تا $100,000 رشد میکنه. حتی این پتانسیل داره که تا $150,000 رو مثلا ببینید. خب اون چیزی که من قبلا گفتم $100,000 حداقل میبینید. دورهای موثر زیادی وجود دارن که میتونن تاثیر مهمی بر روی این ارز دیجیتال داشته باشن. یعنی میتونم بگم که با این سیکل و با توجه به این فاکتورها و شاخص‌ها میتونه تا این ارقام بیشتر هم رشد کنه، یعنی بالاتر هم میتونه بره. گفتم پس به نظرت $150,000 هست دیگه؟ گفته بله، عقیده من در مورد رشد بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال بین 100 تا $150,000. البته فکر می‌کنم بیت کوین حتی میتونه از این ارزها هم گذر کنه. گفتم نظرت درباره اتریوم چیه؟ اتریوم میتونه تا کجا بره؟ اتریوم میگفته هم میتونه، البته به نظر پتانسیل و تاثیرپذیری که بیت کوین داره، اتریوم مثلا حالا گفته بیت کوین نیست، ولی فکر میکنم اتریوم میتونه در سیکل‌های آتی، یعنی سیکل‌های بعدی، تا حدود حالا همین سیکل گفته تا حدود $3,000 رشد کنه و میتونم بگم اتریوم در میانه ارزهای دیجیتال پس از بیت کوین خب بزرگترین ارز دیجیتال. راست میگه. خب من اون دفعه گفتم ملکه ارزهای دیجیتال هستش. گفتم پس یعنی اتریوم نمیتونه سقف تاریخی خودش رو بزنه. خب 4000 خورده حالا دلار بوده. گفته به نظرم در سیکل‌های آتی میتونه مثلا $50,000 رو حتی ببینه، حتی بیشتر ببینه، یعنی سیکل‌های بعد از این. ولی فکر می‌کنم اتریوم در اوج خودش بیشتر از $50,000 نره، ولی در سیکل‌های آتی برای حتما میتونه این از این مرز هم عبور کنه. گفتم یکم تناقض داری من متوجه نشدم. اتریوم میتونه $3,000 ببینه یا $50,000 رو؟ یه رقم درست میتونی بگی؟ گفته ببخشید از تناقضی که حالا پیش اومده. گفته بین $3,000 تا $5,000 رشد میکنه احتمال زیاد تو همین سیکلی که حالا قراره اتفاق بیفته حالا 6-7 ماه دیگه، و تا $50,000 رو تو سیکل‌های بعد رشد میکنه. در هر صورت پتانسیل پیشرفت اتریوم روی سیکل‌های آتی خیلی زیاده. حالا من چیزی که نظر من هستش، اگه مثلا بیت کوین بتونه مثلا $100,000 رو رد بده، مثلا برسه از $150,000، اتریوم خیلی راحت از $5,000 هم عبور خواهد کرد. این نظر شخصی منه. $5,000 حداقلشه. خب به نظرت مرحله اصلی رشد بیت کوین بازار از چه تاریخی میتونه اتفاق بیفته؟ گفته احساس من اینه که از اواسط سال 2023 یا حتی زودتر به سمت سوهایی میره که یک رشد پیشرفت محکم در شاخص‌های مختلف در مورد ارزهای دیجیتال منجر میشه و با توجه به این سیکل یا رشد پیشرفت قوی روبرو میشیم و فکر میکنم میتونیم ببینیم که بیت کوین میتونه حتی با شاخص $150,000 هم دست پیدا کنه. خب اتفاق افتاده این چیزی که داره میگه و داره بالا میره. پس داریم میگه که بهش گفتن خب پس داریم میگه که رشد بیت کوین شروع شده دیگه. گفته در حال حاضر ما در آستانه این هستیم که با یک رشد و پیشرفت خب قوی روبرو بشیم و در حال حاضر این شاخص‌ها هم رو به بهبود و پیشرفت هستش و به سمت سوایی میره که شاخص‌ها تاثیر میذاره و یک رشد محکم حالا میبینیم. گفتم بهش و تا چه تاریخی میتونه رشد کنه. می‌خواستم ببینم آخراش بیان تا چه تاریخی. احساس من که در اواسط سال 2023 این رشد پیشرفت رو میتونیم ببینیم. منظورش خب این بعد متوجه شده و استارت کارو به من گفته و حتی گفته که این تا $300,000 بیت کوین هم میتونه رشد بکنه. خب تا حد اکثری تا $300,000 هم میتونه رشد کنه. گفتم خب اگر بخوایم با این توجه یه سبدی از ارز برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد بدی که کدوم یکی رو به ما پیشنهاد میده؟ گفته من به شخصه به عنوان یک تحلیلگر، یک ناظرگر به شما مثلا اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، اینا رو به شما تو های کوالیتی مثلا کیفیت بالا به عنوان یک دیجیتال با رشد بیشتر انتخاب می‌کنیم و شما در بازار دیجیتال اگه تازه وارد هستین دنبال عاید سریع هستین میتونید با توجه این ارزها سرمایه‌گذاری کنید. من بازم بهش گفتم ببین ارز به ترتیب به من بگو 10 تا مثلا یه ارزی که من بتونم توی سبد بچینم. اومده و یک سبد از 10 ارز رو به عنوان کیفیت بالا خب رشد زیاد به من انتخاب کرده. گفته بیت کوین، اتریوم، آدای کاردانو، ریپل، پولکادات، دوج، لایت کوین، یو اس تی، نئو و TRX یا همون ترون. این 10 تا رو خب به تشخیص خودش گفته و گفته اگه بخواین مثلا کیفیت بالاتری و ریسک بالاتری بخواین انجام بدین و پتانسیل بیشتری برای سود داشته باشین، از این 6 ارز هم که حالا میتونین ببینین اینجا استفاده کنین. حالا میتونین خودتون بررسی کنین، حالا من دیگه اسمشون رو نمیگم، میتونین اینجا ببینین. و گفتم اگه $1,000 هم داشته باشیم چطور سرمایه‌گذاری کنیم روی این ارز دیجیتال، یعنی چه مقدار از این پول رو روی هر ارز سرمایه‌گذاری کنیم. گفته بر اساس مبنای پورتفولیو و پوزیشن ها میتونه خیلی به شما خب در سرمایه‌گذاری انتخاب و اخذاری کمک کنه. با توجه به این
خب طبق معمول مثلا 15% از این سرمایه رو روی بیت کوین گذاشته، ببخشید 20%ش رو بیت کوین گذاشته، 15% روی اتریوم، حالا مابقی رو توی مابقی ارزها تقسیم کرده. یعنی همون جوری که من تو سبدهای دیگه میگفتم، بیشتر تخصیص هاش روی بیت کوین و اتریوم بوده. حالا چیزایی که بوده که من از اینجا ازش تشکر کردم و تموم شده. و نتیجه گیری که میتونیم از این ویدیو و این صحبتی که من با هوش مصنوعی کردم بتونم به شما بگم اینه که ETF، صندوق های ETF بسیار میتونن روی قیمت بیت کوین و بازار تاثیر بذارن. هاوینگ که در پیش رو داری و استارت رشدی که ما در حال حاضر شاهد هستیم، چیزی که من میتونم ببینم $100,000 راحت بیت کوین رد میکنه و حتی اینجایی که حالا این گفته $300,000 هم میتونه روند تاچی ما باشه، ولی خب خیلی باید خوشبین باشیم که اونجا رو بره. پس میتونیم یک سود خوبی از این بازار بگیریم. این چیزی بوده که خب حداقل این هوش مصنوعی گفته و خیلی به نظر من خیلی با نظر من در یک سمت هستش. $100,000-150,000 چیزی که من تو بیت کوین میبینم. بیت کوین هم بالا بره، کل ارزهای دیجیتال بالا میره. و این چیزی بود که خب این تحلیلگر مالی که خیلی به روز بود تونست به ما بگه و ما بتونیم ازش استفاده کنیم و دیدی به ما بده که چه اتفاقاتی قرار تو بازار بیفته. و این ویدیو همینجا به پایان میرسه و در آخر از شما میخوام که ما رو لایک و سابسکرایب کنیم و منتظر کار بزرگی باشیم که تو کانال ما قرار اتفاق بیفته. جیبتون پرپول و دلتون شاد باشه. خدا نگهدار.